خب دوستان، بریم یه پکینگ هم بکنیم، دستگاه رو جمعش کنیم، ببینیم چجوری دستگاه اصلا باید جمع بشه وقتی پرینتر رو در میاریم. بالاخره روش خاص داره چون احتمال داره که به فلت دستگاه آسیب بزنه. قبل از اینکه بخوام حالا پرینتر جمعش کنم یه نکته بدون بگم که این نکته حالا بعداً میرسیم بهش تو قسمت بازم جلوتر تعمیر پرینتر، خیلی مهمه. ما اینجا و تو این لبه، ببینید ما دقیقاً تو این لبه اینجا یه مقاومت داریم که این مقاومت ها ما بعدها باید حذفش کنیم. خب روش حذف کردنش خیلی ساده است. شما یه دونه اسپاتول برمی‌دارید، خب اینجا قرارش میدید، یه فشار کوچیک میدید، این مقاومت کنده میشه. نگاهش هم که بکنید متوجه میشه مقاومت کنده شده. فقط پرینتر تو حالت باز دستتون باشه. اگه اینجا باشه یه موقع خدای نکرده اسپاتولتون در میره و فلت پرینتر رو پاره میکنه. پس نکته مهمیه حواستون به مقاومت باشه. حالا بعدا میگم که این مقاومت چه کاری انجام میده که کامل در جریانش باشید. خب بریم پکش کنیم، ببینیم چجوری باید پکش کنیم. این قاب بین دو برده که LCD و مین بورد یا همون بورد A دستگاه رو روش سوار شده. خب باید چیکار کنیم، چجوری ببندیم؟ یعنی ما اینجا یه جایی داریم برای موتور دستگاه و گیری بوکسش. خب اول فلتمون رو تو این درز ردش کنیم، فلت از پشت کم میکشیمش. خب بعد پرینتر رو میفرستیمش بره سر جاش آروم آروم. همونطور فلت هم از دو طرف یکم باید بکشین که فلت یه موقع گیر نکنه. همینقدر که اومد داخل فقط دو تا انگشت رو میزنید، یه فشار، آها این پرینتر افتاد جا. خب بریم ادامهش. اینکه بدنه روی دستگاه برد رو میذاریم، این دوتا سوراخ ها تنظیمش میکنیم و آروم آروم باش بازی میکنیم که بیفته سر جاش. خب این افتاد الان سر جاش، ببینید اوکیه. حالا میذاریم سر جاش. گزینه بعد که باید بزنیم مگنت دستگاه است. مگنت هم اول باید سیم یا فلتش رو وصل کنید، بعد مگنت بزنید سر جاش. این سیم یا فلت اگه بهتره بتونید از بالا ردش کنید، بعضیش سیماش نمیرسه بعضیش هم میرسه. اگه بتونید از ردش کنید و مگنت بزنید سرش خیلی بهتره. اما حالا میبینید همونجوری که میبینید زیاد نمیرسه و تحت فشار قرار میگیره. یا گرش هم بزنید اوکی، مشکل نداره. خب ما اینو همینجوری میذاریمش و اینجا یکم جمع و جورش کنیم. خب اینم برد A دستگاه یا اون برد آنتن یا برد تغذیه، اسمای مختلف میذاریمش سرش. این سیمو باید حواستون رو جمع کنید. ببینید اینجا سیم الان له شده. نفر قبلی که این دستگاه رو بسته این سیمو لهش کرده. حواستون جمع باشه. از بین اینجای پیچ اینجا باید رد شه، یا بیارنش از بین این درز عبورش بدید یا از بین اینجای پیچ. من همیشه میگم بیان از لای درز عبورش بدین که مطمئن تر باشه. اینجا من میام میذارمش لای این درز و پنسه کم کمکش بدم، میذارمش اینجا و بردم میذارم سر جاشا. اینم بردم نشست سر جا. حواسم نبود، فلت پرینتر رفت زیر اونجا. دوباره درش میارم، فلت پرینتر رو آزاد میکنم، میذارمش روش. این سیمو میدمش سر جاش و اینا میبندمش. این دیگه الان اوکیه. خب حالا فلت پرینتر هم میذارم سر جاش. اول گیرشو میدم بالا، فلت رو میذارم سر جاش. خب و میدمش داخل. همونقدر که بره داخل کفایت میکنه. اون لبه مشکی دیگه بعد اینکه این گیره رو بستیم نباید دیده بشه. این دیگه مشخصه که فلت سر جاشه. باش کلنجار نرین، باش ور نرید زیاد. همین که این بیفته جا کفایته. این موقع میذاریم به سوکت آسیب میزنیم. خب اینم دیگه حالا نهایتا درش هم میزنید و پیچاشو تپ پیچاش هم میبندید. اینم از نحوه پک کردن دستگاه. بعد از اینکه حالا پرینترش کارش انجام شد، یه باتری در پرینتر و فیدرش هم ببندید و دستگاه رو مطمئن بدید. اگه دستگاهتون درب پرینترش شکسته، سعی کنید مشتریتون رو مجاب کنید که درب پرینتر رو عوض کنه، چون حالا یه تعمیر پرینتر، تعویض پرینتر نزدیک 450,000 تا پای مشتریه. این در پرینتر در میاد پاش نهایتا خیلی در میاد پاش در میاد 150 تا هم بخوایم بفروشیم بشه. مجابش کنید که درب پرینتر رو عوض کنه، چون به شدت توی خرابی پرینتر تاثیرگذاره. این هم پکینگ پرینتر و دستگاه S90. مخلص شما، سعید شمس، آقای تعمیرکار.